سلام دوستان. 17 نکته مفید برای حفظ سلامتی. کانال رو سابسکرایب، ویدیو رو لایک کنید و تا انتها با ما باشید. 1. دود اسپند سریع جذب مغز می شود و آن را گرم می کند. 2. عطسه عروق را منبسط می کند، عروق ریز مغز را باز می کند. 3. بی‌حسی های دندان پزشکی باعث سردی تن می گردد و موهای صورت را سفید می کنند. برای رفع این مشکل اگر همان لحظه نمک روی آن قرار دهید سردی را از بین می برد. 4. بهترین رقیب حجامت پیاده روی است. 5. غذاهای سرد پوکی استخوان می آورد و می توان کلسیم لبنیات را از انجیر و بادام درختی که گرم هستند تأمین کرد. 6. گشنیز بیش از حد غمزاست به خاطر سردی. 7. سوپ گندم بهترین خونساز است و برای همه مزاجها خوب است. 8. انواع ویتامین B12 در نان جو وجود دارد که باعث می شود موهای سر سفید نشود. 9. خوردن آب یخ و آب بین غذا اصلی ترین عامل در بروز مشکلات کبدی از جمله کبد چرب است. 10. قارچ بسیار سرد است و استمرارش بدن را سرد می کند. 11. ملاک تشخیص چاقی اندازه‌گیری مچ دست است که اگر مچ کوچک بود تن چاق بود شخص اضافه وزن دارد که باید ناهار را از وعده‌های غذایی‌اش حذف کند. 12. تمایل به بوهای بد مانند بوی بنزین و گازوئیل و غیره به دلیل سودای زیاد مغز است. 13. غذاهای سرد چاق کننده و غذاهای گرم لاغر کننده است. 14. زیره برای لاغری خوب است اما باعث چین و چروک می گردد. 15. موقع درد عسل بخورید. زمانی که عسل خوردید عسل خودش را به موضع درد می کشاند همانطور که آهنربا به سمت آهن می رود. سرعت اثر دارو را افزایش می دهد. 16. 10 عدد بادام به اندازه 5 پرس چلو کباب ارزش غذایی دارد. و نکته 17 و آخر، چربی دنبه گوسفند هر چقدر وارد بدن شود به همان اندازه بیماری از بدن خارج می شود.